ما در زمان زندگی کرده ایستادیم که این برای تا به این زمان رسیدن ما چقدر دشواری ها رو از سر گذراندیم که همچون نسل کلانسالی همین زمانه ما در سالهای استقلالیت به دست آوردن جمهوری تاجیکستان من در شهر دوشنبه همچون دانشجو اقامت داشتم و شاهدی همون حادثه هایی که در سالهای 92 عصر گذشته به وقوع پیوستند خود شاهد بودم. سحری وقتی که با آواز تیرپرانی بیدار شدیم برآمده میبینیم که همین اعضای حزب نهضت اسلامی، اعضای تروریستی همین حزب که از همون میدان ها تشکیل شده بودند، یک مردی حقوق شناسی بهترین جمهوری تاجیکستان که غم و غصه مردم را میخورد، قانون و قرارهایی که برای فایده اهل تاجیکستان روانه کرده شدگی بود غم آنها را میخورد. نورالله هویداللهیف را آنها کشتند، بیرحمانه کشتند که مرده او تا نصف روزی در همون مابین راه استاد. اگر آنها مسلمان میبودند مرده بنده مسلمان را اخلاند جای به جای میکردند. اگر آنها مسلمان میبودند آنها چرا نورالله هویداللهیف که حق گپ را میگفت آنها به زانو نشاندند که او شتن نمیخواست. خیلی باور میکنیم به آن اعضای حزبی که حاضر محکوم شده است در تاجیکستان، همین قدر دولت تاجیکستان به آنها اجازه دادند که شما مرحمت به پارلمان جمهوری تاجیکستان وارد شوید، مرحمت آبادکاری کنید، سازگاری کنید، اما آنها بر ضد دولت به مانند گنرال حلیم، به مانند دیگر آدمانی که از شهر استرافشان برآمده ناحیه رودکی برفتند چقدر زسته و آب ضرر رسانیدند، همه آنها گمراه شدگان انمین اعضای حزب نهضت اسلامی میباشند. در همان سالهایی که دانشجو بودیم ما وقتی که از دانشگاه میبرآمدیم بسیاری بچهای گمراه شده گویا که آنها میرند و خوراک نصف روزی از همونجا میخورند به همون باور میکردند، لکن الکی وقتی که خوراک در همون میدان شهیدان با یک افلاسکاری ها تیار کرده آنها رو میخوردند، الکی پابند آنها میشدند. برای آنکه تو خوراک خوردی تو باید 4 ساعت استعفا گویی، تو باید 4 ساعت ضد دولت برآمد کنی. همون گپ‌هایی که همین حزب نهضت اسلامی با راهبری خواجگانشان و همین حزب تروریستی چی فرمانهایی که به همین دانشجویان گمراه شده میدادند آنها عملی میکردند. ما شاهد هستیم که چند نفر دانشجوی گمراه شده همین گناه ها را صادر کردند. همین گناه ها را وقتی که صادر کردند حبس شدند، لکن دولت تاجیکستان آنها را عفو کرد، دولت تاجیکستان آنها را بخشید. اینها گمراه شده گفت، لکن باز اینها از عملهای ناپاکی انما خواجگان حالا هم بعضی از جوانان دست نکشیدند.